حیات برزخ میگویند، ولی این جسم میپوسد اما روح و نفس زنده است. نفس انسان، روح انسان زنده است. برای همین این دنیا پروردگار ما رو به خاطر آورده است که این دنیا رو عبود کنیم و عبودکاری سبب عبودی جنت ما و شما می باشد. و پیامبر علیه السلام میگوید که الدنیا مزرعه الاخره، این دنیا جای کشت کار آخرت است. شاعر در ترجمه همین حدیث، شرح و تفسیر همین حدیث میگوید که در اینجا کار، در آنجا نخل بردار، شوی تو سرفراز از فضل غفار. یعنی در اینجا کار، مهنت و زحمت و طاعت عبادت این همه نیکی ها انجام بده، درختهای نیکی بشنان، میوه اش رو در آنجا برچین بگیر. در اینجا کار، در آنجا نخل بردار، یعنی در اینجا میوه رو در آنجا بچین، درخت نیکی در اینجا بشنان، میوه هایش رو آنجا بگیر. شوی تو سرفراز از فضل پروردگار غفار. غفار یعنی چی؟ بی نهایت بخشنده. لیکن بی نهایت بخشنده از پروردگار برای بنده ایش که طلب بخشش و توبه میکند، برای بنده ای که استغفار میکند، نیکی انجام میدهد. حالا که هیچ کس معصوم نیست، هیچ کس بیگناه نیست. معصوم و بیگناه پیامبران بودند رفتن، دیگر نیست. هیچ معصومی نیست، هیچ کس ملائکه نیست، همه گناه دارد. لیکن مهم و اساس توبه کردن است، نیکی انجام دادن است. وقتی توبه کردید، در عوض اون گناه ها در مقابل، در برابر گناه انجام دادید، یعنی نیکی ها انجام دادید، پروردگار قدر میکند. به عددی نیکی های انجام دادید اجرت میدهد و در عوضش هر گناهی رو میامرزد. و حالا پروردگار میگه استعیذ بالله، هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیها فاستغفروه ثم توبوا الیه ان ربی قریب مجیب. صدق الله العظیم. سوره هود آیه 61. پروردگار است که شما رو خلق کرد و در این دنیا بالای این زمین شما رو امکانیت داد تا اینکه اعمار، یعنی بنیاد کنید، آباد کنید، آبادکاری شریک شوید، در آبادکاری شریک باشید، در تازگی و پاکیزگی و آبادی و آرامی سعی و تلاش کنید. واستعمرکم فیها فاستغفروه. در برابر این باز کرده های نیکی ها و عبادت هایتون مغرور نشوید. این عبادت های نو چیزی شما به دردتون نمیخورد. اگر مغرور شدید این ضررتون میکند. هر نیکی رو کردید، بعدی نیکی، بعدی نماز، بعدی هر نیکی دانشمندان اسلام میگوید که استغفار بگویید. چرا که این استغفار سبب قبولیت اون عبادتتون میشود. حالا ما نماز میگذاریم، بعد نماز فرض میگیم استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا یا ذا الجلال و الاکرام. ما گناه نکردیم، عبادت کردیم، چرا استغفار میگوییم؟ به خاطری که پروردگار این نمازی ما را قبول کند. بعد هر نیکی باید مسلمان استغفار بگوید. چرا استغفار بگوید در برابر این؟ باز مبادا در ذهنش، در فکرش شیطان کدام خلل، غرور، کبر، منمنی، عجب، خودبینی، خودخواهی نیاورده باشد. از این خصلت‌های زشت پاک شدن. فاستغفروه ثم توبوا الیه. پس سوی پروردگارتون بر بگردید، توبه کنید، از گناه روی بگردونید، توبه نصوح کنید. یعنی توبه نصوح چیست؟ گناهی رو میکردید تا پروردگار رو توبه کردم، دیوم بار دیگر اون گناه رو نکردن، این نشه توبه نصوح. ولی توبه کرده توبه کرده باز گناه کرده باز گناه کرد، دیگر اعتباری گناه توبهش نمیموند، اعتباری توبه نمیموند.
انسان خود را به اعتبار میکند. وقتی که انسان توبه کرد دیگر دیم بار با اون گناه نمی رود. این رو میگن توبه چیز؟ نصوح. ثم توبوا الیه این ربی قریب و مجیب. پروردگارمان برای ما به نهایت نزدیک و اجابت کننده و قبول کننده است. پروردگار حتی در دیگر جا اومدگی است که از رگی از شاهرگی گردنت پروردگارت برای تو نزدیکتر است. و اذا استعذ بالله و اذا سألك عبادي عني فإني قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اگر ای محمد صلی الله علیه و سلم اگر بندگان من و از امتانت کسی از من پرسان شود بگو که من به اونها نزدیک هستم، حتی از نفسای خود من برای اونها مهربانتر هستم. پروردگار انسان از نفس خود انسان برای مؤمن مهربانتر است، از پدر و مادر مهربانتر است، از نفست مهربانتر است. انسان چی بدبخت میکند؟ نفسی بدش. برای دانشمندان اسلام میگویند که چیز اگر 100 خطر باشد 99 خطر این از نفست هست، 99 خطر از نفس خودت حذر کن. یک خطر از شیطان است، همین یک خطر از شیطان است. 99 خطر دیگه از نفس خودت هست. همین نفس خودت رو بدبخت و گمراه میکند. برای همین پروردگار میگه که من قریب هستم و اجابت میکنم. حالا که میلیون بار گناه کردی بگرد، 70 ساله گناه داشته باشی برگشتی، 80 ساله گناه داشته باشی برگشتی، گفتی پروردگار من در غفلت زندگی کردم، غافل بدم، من رو شیطان غافل گیر کرد، بگذار همون با بالای همون شیطان بار که گناه تا شیطان بهانه کی، همین شیطان مرا گمراه کرد، بگذار همین شیطان مرا گمراه کرد، پروردگار دیگه بیدار شدم، حالا پشیمان شدم، دیگر گناه نمیکنم، پروردگار رو بیامرز، 80 ساله گناهات رو میبخشم.